الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العزة والجلال را حمد و ثنا و شکر و ستایش می نماییم که به ما بندگانش بار دیگر فرصت داد و توفیق داد که درس مبارکه خود را دوام بدهیم. در حقیقت این درس مبارک است، زیرا که موضوع مبارک است. موضوع توحید و شناخت لا اله الا الله است و باذن الله این حلقه 38 ما از آموزش لا اله الا الله است که در این حلقه مسائل هایی که تعلق به شرط سومی لا اله الا الله هست به شما صحبت خواهیم کرد. بارک الله فیکم. برادران و خواهران موحدم، صدق چند نمود است. صدق قولی است و این چنین صدق عملی وجود دارد و صدق باطنی و صدق ظاهری وجود دارد. صدق قولی این چنین بدون نمود تقسیم می شود. قولی یعنی سخنی، قول زبان و قول دل، یا که اصلش قول دل و قول زبان. قول دل این را میگن صدق قولی قلبی. صدق قولی و قلبی این چگونه صدق است؟ این صدق است که قلب تصدیق می کند، یعنی قلب لا اله الا الله را می شناسد و می فهمد و یقین می کند و تصدیق می کند. این صدق قول عمل قلبی است. زیرا ما گفتیم سخن دل هم دارد، یعنی زبان و دل دو عمل دارد. زبان سخن می کند و عمل می کند. سخن زبان و عمل زبان. سخن قلب و عمل قلب. سخن قلب این تصدیق قلب است. تصدیق چیست؟ یعنی شناخت لا اله الا الله و دانستن معنای لا اله الا الله و یقین کردن به لا اله الا الله. این را میگن صدق قولی قلبی، صدق سخنی دل. بارک الله فیکم. و این چنین صدق سخن زبان وجود دارد. صدق قول اللسان میگن این را صدق القولی اللسانی الظاهر. صدق قولی زبانی ظاهر. صدقی که این سخن زبان است و ظاهر است که دیده می شود. این صدق اقرار کردن و نطق کردن لا اله الا الله است. یعنی نطق کردن لا اله الا الله با زبان و همین نطق را اقرار نمودن و تصدیق نمودن با زبان. این را میگن صدق قولی زبانی. پس ببینید، صدق قولی قلبی داریم، یعنی دل هم سخن دارد، قول دارد. قول دل این تصدیق است. تصدیق یعنی شناخت و دانست و یقین کردن لا اله الا الله. و این چنین صدق زبانی داریم، صدق سخن زبانی که این ظاهر است، شنیده می شود، دیده می شود، فهمیده می شود، دیگر انسان ها با خبر می شوند. این نطق کردن لا اله الا الله.
و اقرار کردن لا اله الا الله است. و صدق اینچنین عملی داریم، صدق عملی القلبی الباطن، صدق عملی قلبی باطنی پنهانی درونی. این چگونه صدق است؟ این صدق چگونه صدق است؟ این محبت الله است، یعنی این محبت همین کلمه لا اله الا الله است، اخلاص بر همین کلمه لا اله الا الله است، یقین بر همین کلمه لا اله الا الله است، قبول همین کلمه لا اله الا الله است، انقیاد قلب به همین کلمه لا اله الا الله است. بارک الله فیکم. پس شما برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم، کمی تأمل بکنید و اندیشه نمایید که صدق قولی قلبی داریم، صدق سخن قلبی و صدق عملی قلبی داریم. صدق سخن و صدق عمل قلبی، صدق سخن قلبی و صدق عمل قلبی از همدیگر چه فرق دارد؟ صدق سخن قلبی این فقط شناخت لا اله الا الله و دانستنش هست و به همین دانستن یقین. و اما صدق عملی این یعنی وقتی که صدق رو عملا دل اجرا میکند، یعنی به وجود آمدن محبت نسبت لا اله الا الله، اخلاص، یقین، قبول، انقیاد. ببینید تمام شرط های لا اله الا الله از همین صدق عملی قلبی به وجود می آید. بارک الله فیکم. پس فرق صدق قولی و صدق عملی همین است. و صدق عملی ظاهر داریم، صدق عملی ظاهر. این چگونه صدق است؟ این پابرجا بودن به همین طلبات لا اله الا الله، عمل نمودن به شرط های لا اله الا الله محمد رسول الله و موافق شدن عمل جسم به قلب و زبان. یعنی صدق عمل و ظاهر همین است، یعنی انسان صدق عملیش همین است که عملش موافق عمل قلب باشد، عملش به قلبش موافق باشد و به زبانش موافق باشد. سبحان الله. و این گونه صدق در حقیقت نجات بخش است و نجات دهنده است. پس از این ما فهمیدیم که صدق یک چند نمودها دارد. صدق سخن دل، صدق قولی القلبی می گفتند که این تصدیق است، شناخت لا اله الا الله، معرفت لا اله الا الله، دانستن علم لا اله الا الله. و صدق قولی زبانی هست که این نطق کردن لا اله الا الله و اقرار کردن لا اله الا الله با زبان، این دوم نمودش. و سوم نمودی صدق، این صدق عملی قلبی که این در حقیقت بینهایت ضرور است که باقی مانده شرط های لا اله الا الله از همین به وجود میاد. این محبت، یعنی صدق وقتی که عملا در قلب به وجود آمد، صدق محبت، اخلاص، قبول، انقیاد، یقین، همه اش به وجود میاد. این چیزها وقتی که به وجود میاد، این دلالت میکرد که قلب عملا صدق دارد. و این سوم نمودش. و چهارمین نمود صدق، صدق عملی جسمی، یعنی جسماً و با جوارح صدق را عمل می نمود. عمل نمودن جسم و نشان دادن صدق با جوارح و با جسم این است که جسم به تمامی گفته های الله و رسولش اطاعت بکند و عمل نماید و جسم به قلب و به زبان موافق آید. بارک الله فیکم. و این رو میگند جسم، عملی صدق جسم،
بارک الله فیکم. پس از این گفته ها فهمیده می شود که صدق به نهایت شرطی صحتی مهمی لا اله الا الله است. صدق یکی از بزرگترین شرط لا اله الا الله است. برای همین علما میگن که صدق به 5 یا که 4 ارکان ایمان داخل می شود. ما در حلقه های گذشته در درس های غیر درسی شرح لا اله الا الله، در درس های عقیدوی، در درس شرح ایمان، فهمش ایمان به شما بیان نمودیم که ایمان 5 رکن دارد: قول قلب، سخن قلب، عمل قلب، سخن زبان، عمل زبان و عمل جسم، که این 5 است. و صدق به همه این ارکانهای ایمان داخل می شود. قول قلب به صدق به وجود آمدنش ناممکن است. یعنی ایمان در سخن قلب به صدق به وجود آمدنش ناممکن است. ایمان در عمل قلب به صدق به وجود آمدنش ناممکن است. سخن زبان به صدق، ایمان در زبان به صدق به وجود آمدنش ناممکن است. وقتی که ایمان در زبان گفته می شود، نطق لا اله الا الله کرده می شود، اما بدون صدق و بدون اقرار نمی شود، قبول نیست. کسی که لا اله الا الله را بگوید اما به زبانش اقرار نکند، اقرارانه نگوید، برای مثال بگوید، برای طعنه بگوید، در اون قبول نیست. و ایمان در جسم، ایمان با جوارح، عملی که انسان به جسم میکند و صدق نداشته باشد، قبول نیست. پس صدق در تمام رکنهای لا اله الا الله وجود دارد و صدق در تمام رکنهای ایمان وجود دارد. سبحان الله. ببینید، اصل تمام شریعت صدق است، اصل تمام ایمان صدق است و اصل تمام شروط لا اله الا الله صدق است. و اما دانید که صدق قلبی انمین متعلق به همین شرطی صحت لا اله الا الله است. اگر شما به من سوال بکنید که بارک الله فیکم، اگر صدق چند نمود باشد: صدق زبانی، صدق قولی قلبی، صدق سخن قلب، صدق عمل قلب، صدق عمل جسم، کدام از این 4 نمود صدق کدامیش شرطی صحت لا اله الا الله؟ یعنی از همین 4 نمود صدق کدام این نمود صدق از همه مهمترین صدق، اصل صدق و شرطی صحت قبول لا اله الا الله است؟ علما میگن این صدق قلبی هست، صدق قلب. اما صدق قلب هم گفتیم 2 نمود است: صدق قولی و صدق عملی. صدق قول القلب و اعتقاد قلب. بارک الله فیکم. پس این تعلق به شرط لا اله الا الله است. بارک الله فیکم. پس اصلی صدق این صدق قولی قلبی هست، صدق قول القلب، یعنی قول قلب و اعتقاد قلب از یک جهت و اظهار نمودن صدق و مطابق سخن، یعنی سخن زبان با تصدیق کردن از جهت دیگر. همین اصلی صدق و اصلی صدق شرط لا اله الا الله است. ببینید، یعنی اصلی صدقی که به این صدق لا اله الا الله قبول نمی شود در کجاست؟ در قلب است. قول قلب یا عمل قلب؟ قول قلب یعنی چگونه اعتقاد کردن قلب، تصدیق کردن قلب، شناختن قلب لا اله الا الله را و دانستنش و تصدیق کردنش از یک جهت و از جهت دیگر با زبانش، با همین زبانی که انسان دارد، تصدیق نمودن و مطابق کردن زبان با قلب، انمین اصلی شرطی صحت لا اله الا الله در مسئله صدق است.
اما کسی که فقط مجرد ادعا بکند، فقط بگوید که لا اله الا الله، اما به قلبش تصدیق نکند، البته این درست نیست. بارک الله فیکم. اما تصدیق عملی، صدقی که ما گفتیم عملا اجرا میکنید، عملی قلب یا که البته عملی جسم، در اینجا عملی جسم، عملی زبان، این تصدیق عملی اصل صدق نیست. اصل صدق قول عمل است، اما تصدیق عملی این یکی از ضروریات صدق است. یعنی کسی که با عملش صدقش را نشان ندهد، این دلالت میکند که صدق قول قلبش ضعیف است، یا که دروغ است، یا که وجود ندارد. یعنی کسی که اصلا در مسائل شرعی عمل نمی کند، اصلا به یگان گفته الله و رسولش اطاعت نمی کند و عمل نمی کند و یگان عملی را انجام نداده است، اما میگد که من تصدیق دارم، من صدق دارم، ما میگیم که صدق ندارد و این انسان کافر است. سبب چیست؟ سبب این است که عملش به ما نشان میدهد که این انسان کافر است. سببش ترک نمودن عمل، تماما ترک نمودن عمل. این دلالت میکرد که در قلب صدق وجود ندارد. وقتی که در قلب انسان صدق قولی در حقیقت به وجود میاد، تصدیق و شناخت لا اله الا الله به وجود میاد، این دلالت میکند و این حرکت میکند که انسان جسما هم عملا هم صدقش به وجود آید، عملا هم مؤمن باشد، نماز بخواند، روزه دارد، حج برود، صادق باشد، کوشش بکند، مخلص باشد. و اما تصدیق عملی این انقیاد است. انقیاد البته این شرط آینده لا اله الا الله، بعد از یک دو شرط که می آید، انقیاد یا که شرط آخرینی لا اله الا الله، شرط هفتم لا اله الا الله، این انقیاد است. انقیاد این یعنی تصدیق عملی است. تصدیق این انقیاد است. تصدیق عملی این انقیاد است که البته در این مسئله ان شاء الله ما به شما صحبت خواهیم کرد، زیرا انقیاد این چنین یکی از شرط های کلمه توحید است. ابن القیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین خود میگن اعلى مراتب الصدق الصدیقیه و هي کمال الانقیاد للرسول صلی الله علیه وسلم مع کمال الاخلاص المرسل. یعنی بالاترین مرتبه صدق این صدیقی هست. صدیق یعنی تصدیق، از صدیقی است که این کمال انقیاد است. ببینید تصدیق از انقیاد است، یعنی انقیاد و پابرجا شدن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و با کمال اخلاص به چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آوردند. بارک الله فیکم. و این چنین ابن القیم جوزی در کتاب مدارج السالکین خود میگن الصدق بالاعمال الظاهره والباطنه والصدق هو مقام الاسلام والایمان. صدق به عملهای ظاهره و باطنه و این چنین میگن صدق این مقام اسلام است و ایمان است. بارک الله فیکم. پس این بود بیان نمودهای صدق و بیان اصل صدق از کدام این نمود هست. اصل صدق از کدام این نمود هست. و بعد از این ان شاء الله به شما بیان می نماییم 5 چیزی که متعلق به صدق است. وقتی که ان شاء الله شما زیادتر به قرآن و سنت حرکت میکنید، کوشش می نمایید، چنگ میزنید، در قرآن و سنت کلمه های را می بینید به مانند این که مدخل صدق او مدخل صدق یا مخرج صدق، خیلی که در بعض دعاهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است. یا که جمله سیوم لسان صدق، لسان صدق که در قرآن میبینید این کلمه رو، کلمه صدق آمده است. و چهارمین کلمه که اینچین آمده است
قدم صدق و قدم صدق، یا که پنجمین کلمه که اومده است مقعد صدق، مقعد الصدق. این کلمه هایی که در قرآن و سنت آمده است همه اش معنای خاص خود را دارد. مدخل الصدق و مخرج الصدق این است که الله رب العزة والجلال خاتم الرسول محمد صلی الله علیه و سلم خلیلش را امر می کند که محمد صلی الله علیه و سلم از الله بپرس، از ربت بپرس که مدخل تو، درآمد تو و مخرج تو و برآمد تو در همه حالت در حالت صدقی باشد، راستی باشد. و البته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این چنین دعا می نمودند که ای الله مدخلی مرا صدق گردان و مخرجی مرا صدق گردان. اللهم انی اسألک مدخل الصدق و مخرج الصدق. و الله رب العزة والجلال در حقیقت این دعای که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به فرمان خود الله انجام داده بودند قبول میکند. الله وقتی که این دعا را قبول کرد در حقیقت در زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این مدخل الصدق و مخرج الصدق و این دعای کرده اشان در حقیقت تحقیق یافته است. برای همین است که وقتی که ما به سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم، به زندگیش و به هدیش نگاه میکنیم، میبینیم که همه حالت زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این صدق است. تمام عملهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صدق است و در زیر رضاگی الله رب العزة والجلال بود. در آمدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه در همه حالت و برآمدنشان از مدینه برای غزوات ها و جهاد ها که وقتی که میرفتن همه اش صدق بود و به ابتغای مرضات الله رب العزة والجلال و برای رضاگی الله رب العزة والجلال انجام داده شده بود. و با وجود این به صدق الله رب العزة والجلال کامیابی، نصرت و دیگه مقصدهایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن، مقصد دینی، همه اش را نصیب و روزی کرده بود که البته این صفت بهترینی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود که صادق المصدوق است و تمام فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صدق بود و مخالف کذب بود، مخالف دروغ بود. تمام عملی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، درآمدش، برآمدش، تمام عملهایی که انجام میداد راستین بود و صدق بود و بخلاف مدخل الکذب، درآمدن دروغین و برآمدن دروغین بود که این عادت دشمنان رسول الله بود، مشرکانی که در زمان رسول الله بودند و یا اون یهودانی که در مدینه در زمان رسول الله زندگی میکردند، بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظه، همه اونها بخلاف رسول الله اینا دروغین بودند. تمام کارشان و تمام عملشان و تمام برآمد و درآمدنشان همه اش دروغ بود. و مدخل الصدق و مخرج الصدق وقتی که در سنت میبینید معنیش همین است. اما سومین جمله لسان صدق او لسان صدق در قرآن آمده است. در سوره شعرا وقتی که آیت 84 را نظر میکنید، الله رب العزة والجلال گفته است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. ای الله به من زبان صدق در آخرین را نصیب کن، بر من زبان صدق را عطا فرما. و این دعا دعای خلیل ابراهیم الخلیل علیه السلام بود و معنای این لسان صدق این ثناء الحسن، علما میگن ثنای خوب، یعنی ای الله در روز قیامت به من ثنای نیکوی حسن را نصیبم گردان، یعنی در روز قیامت مرا به یک ثنا و ستایش خوب نصیب گردان
که این دعای ابراهیم علیه السلام از الله رب العزة والجلال بود که الله رب العزة والجلال این دعا را بدو خلیلش نصیب میکند. خلیلی از همه بزرگترینش این محمد صلوات الله رب و سلام علیه و خلیلی که این دعا را کرد ابراهیم علیه السلام. البته از این بهترین نعمت الله رب العزة والجلال برخوردار هستند. و جمله پنجم مقعد صدق، که البته پیش از جمله پنجم جمله چهارم هم است که قدم صدق. علما معنای قدم صدق را به جنت معنی میدهند، یا که به محمد صلی الله علیه و سلم معنی میدهند، یا که به عملهای صالح هم معنی میدهند. و معنای قدم صدق یعنی تمام عملهایی که انسان پیش از خودش وفات کردن انجام داده است، یعنی پیش از وفاتش انجام نموده است. و جمله پنجم در مسئله صدق مقعد صدق، این هم این جنت است. جنت در نزد الله تبارک و تعالی. ابن القیم جوزی در کتاب مدارج السالکین میگن که فهذه خمسة اشیاء و حقیقة الصدق في هذه الاشیاء هو حق الثابت المتصل بالله الموصول إلى الله وإلى رضوانه وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال والجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. و این پنج چیزی که ما به شما ذکر نمودیم: مدخل الصدق، مخرج الصدق، قدم الصدق و مقعد الصدق، لسان الصدق. این پنج چیز میگن حقیقت صدق است. حقیقت صدق در هم پنج چیز است و این حق ثابت و متصل به الله رب العزة والجلال است، رسنده به الله است و به رضاگی الله است. هر اون سخنها و عملها که انسان در این دنیا از عملهای صدق انجام میدهد. بارک الله فیکم. و این بود مسائلی که تعلق به صدق دارد. در حقیقت صدق به نهایت بزرگترین چیز است و بزرگترین عمل است و بزرگترین شرط صحت لا اله الا الله و بزرگترین مسئله در دین است و مشکلی اکثر انسان ها در همین است. برای همین است که در مسئله صدق باید صحبت زیاد باشد، باید تمام جزئیاتش ذکر کرده شود. و ان شاء الله در حلقه آینده باز صحبت ما در بالای صدق است و شاید در حلقه آینده هم صحبت ما در بالای مسئله صدق باشد. و از الله رب العزة والجلال طلب می نماییم و تمنا می کنیم و دعا می کنیم که الله رب العزة والجلال صدق قولی القلبی و صدق عملی القلب و صدق زبانی و صدق جسمی را به ما نصیب گرداند و از تمام نمودی دروغ و کذب زبانی و جسمی و قلبی و سخن قلب و عمل قلب ما را نجات بدهد و از ما این دروغن ها را دور بکند و در حقیقت ما را از جمله صادقان و از جمله صدیقان بگرداند. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب